به نام حضرت دوست که هرچه داریم از عنایات اوست. با سلام و احترام در ادامه آموزش زبان عبری به مبحثی رسیدیم که احمد و علی درباره سلامتی یکدیگر و پزشک خانوادگی هم صحبت می‌کردن، سوال می‌کردن از هم. خب در ادامه این مبحث آقای علی از سلامتی مادر احمد میپرسه و احمد در پاسخ میگه که احمد زهو شریپ ات ایمی، زهو شریپ ات ایمی. بررسی کنیم این جمله رو. ز یعنی هذا، هو یعنی هو، ش یعنی الذی، ریپ یعنی عالجه، ات ایمی یعنی امی. پس هذا هو الذی عالج امی، یعنی این همان کسی است که درمان کرد مادرم را. پس ز همون هازا هست، هو همون هو، ش الذی، ریپ عالجه، ات ایمی یعنی امی. با هم تکرار کنیم. زهو شریپ ات ایمی. علی آقا میگه که الان حال مادرت چطوره؟ ببینیم معادل این جمله چی میشه. علی مشلم این مخا اخشاب، مشلم این مخا اخشاب. همون مای عربی هست، شلم سلامت، این مخا که اخشاب هم الان. پس مشلم این مخا اخشاب، حال مادرت الان چطوره؟ احمد آقا جواب میده که میتسوه هوتب، میتسوه هوتب حربه تودا. پس چی میگه؟ میتسوه یعنی پس ایت، هوتب یعنی بهتره، حرب یعنی بسیار زیاد، تودا بسیار متشکرم. پس میتسوه هتوب حرب تودا، میگه که وضعیت او بهبود یافته، متشکرم. مکالمه جالبیه. باز علی میپرسه که هموخراخت هی لسه خوه میتا، هموخراخت هی لسه خوه میتا. آیا یعنی آیا، مخراخت یعنی مجبور است، هی او، لسه خواب که بماند، به میتا در رخت خواب، فسریر. هموخراخت هی لسه خواب میتا، آیا مجبور است او که بماند در رخت خواب؟ احمد میگه لو، نه، یخولاهی میتواند، اولاکم که برخیزد، ل به معنای که هست اینجا و کم هم همون قام یقوم و قم در زبان عربی هست که میگه که برخیزد و گم و همچنین لاتزد بیرون برود، معت کمی یا به سوی الحگن. به سوی چی؟ به سوی باغ. حگن همون الجنت در زبان عربی هست که جیمش اینجا گاف تلفظ شده. ایم حالا پس چی گفت؟ گفت که میتونه بیرون بره از رخت خواب به سوی باغ. ایم همزگ ها اویر، اگر، این یعنی اگر، مزگ ها اویر، مزگ یعنی مزاج، حالا مزاج هم ما میگیم. اگر مزاج ها اویر هوا اینو کر نباشد، کر هم یعنی قر به معنای سرد. کلمه قر در زبان عربی به معنای سرد استفاده میشه. پس چی شد؟ احمد گفت که لو یخولاهی لاکم و گم لاتست معت الحگن، این مزگ ها اویر اینو کر. نه، او میتونه برخیزه و همچنین از رخت خواب بیرون بیاد به سوی باغ اگر آب و هوا سرد نباشه. خب این ویدیو هم به پایان رسید. امیدوارم که استفاده کرده باشید. سابسکرایب و فالو فراموش نشه. یک